وطندارای عزیز من، سلامتی خداوند عیسی مسیح کت شما باشه. در هر جایی که هستین خدا را شکر میکنیم که خدا یک موقع دیگه، یک صبح دیگه، یک روز دیگه برای ما عطا فرموده. ای از رحمت‌های بسیار زیادی است، رحمت‌هایی که هر روز تازه میشه برای ما. و مهربانی خداوند چقدر عظیم است، وفاداریش چقدر عظیم است، انتهایی نداره. خدا را شکر میکنیم که خدا ما را بسیار زیاد دوست داره. این از خاطر دوستی بسیار زیاد خداست که او ما را فراموش نمیکنه. کلام خدا برای ما میگه که ما همه انسان ها گناهکار هستیم و از جلال خدا محروم هستیم، و اما خدا همیشه با آغوش باز ما را ندا میکنه، صدا میزنه، میگه که بیاین پیش من که من نجاتگرتان هستم، بیاین پیش من که من شما را آرامش بتم، بیاین پیش من که من سلامتی خدا برای شما بتم. حتی نام عیسی مسیح یشوع، خداوند نجات هست، خداوند نجات هست. یعنی معنای نام عیسی های شما هیچ فکر کردین در این مورد؟ عیسی واقعا نجاتگر بشر هست. خداوند در زمان و وقت معین خود، بله، مطابق حکمت عالی خود، بنا به فیض خدا، به فیض، تمامی از این بنا شده به فیض و محبت خدا، او یگانه پسر خدا فرستاد، عیسی مسیح، کسی که مظهر ذات کامل خدا هست. او روی زمین آمد، او خدا برای ما نشان داد، ما را با آغوش خود گرفت. او گفت که من دیگه شما را غلام نمیخوانم، چون غلام نمیفهمه که بادارش چی میکنه. من هر چیزی که پیش پدر دارم برتان مکاشفه کردیم، تمامی چیزها رو برتان گفتیم. دوستی زیاد، محبت زیاد از این کده چی باشه که یک دوست جان خود فدای دوست خود بکنه. او میگه که من امی کار را برای شما کردیم. و او میگه که افسرده نباشین، مضطرب نباشین، پریشان نباشین، ترسان نباشین، در خوف نباشین. ایمان داشته باشین به خدای پدر، به من هم ایمان داشته باشین. در خانه پدر من منزل‌های بسیار زیاد است و من میرم که اتاقی براتان بسازم. و اگه ای تو نمی بود من براتان پیش از پیش میگفتم. وقتی که من میرم براتان مکان آماده ساختم، پس برمیگردم پیش شما میایم تا جایی که من هستم شما هم باشین. از این که دوستی عالی تر چی باشه. او ما را به فرزندی خود میگیره، نه تنها به دوستی خود، او ما را به فرزندی خود میگیره. ما فرزندای خدا میشیم. از این که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، ما رشته دار میشیم با خدا، و رشته ما رشته فرزندی و پدری. او پدر جاودانی، پدر آسمانی ماست و ما فرزندای از او قرار میگیریم. پس خانه خدا خانه ما می باشه. در روی زمین خداوند وجود ما را، جسم ما را، قلب ما را خانه خود می سازه. از همین خاطر پولس رسول میگه که آیا شما نمیفهمین که بدن شما مسکن روح مقدس خداست، شما عبادتگاه خدا هستین؟ در ادیان و مذاهب مردم سفرهای بسیار دور دراز میکنن تا به خانه خداهایشان سفر بکنن و در این منازل حتی زجر و شکنجه میبینن و حتی پول میپردازن. کلام خدا میگه که چرا برای آبی که من مفت و رایگان میتم، نانی که من مفت و رایگان میتم، بله، چرا بر از او مصرف میکنین؟ مصرف نکنین. ما مسیحی ها خانه خدا را برای مردم میبریم. حضور یک مسیحی در یک کشور، در یک خانه، در یک قریه، در یک قشلاق، در یک علاقه، در یک دهکده، حضور خدای مقدس است، چون که در یک مسیحی روح مقدس خدا زندگی میکنه. پس چقدر جای عزت، چقدر جای افتخار است
صلیب عیسی مسیح که ما به او بنگریم که او بالای صلیب جان خود به خاطر ازی داد تا که ما را تقدیس بکنه و ما را فرزندای خود بسازه، نه تنها ما را خانه خود بسازه. چقدر باعث عزت و افتخار است. اما سرود در یاد من میگه آن صلیب افتخار من است، چون بران منجیم شد فدا. در طریق صلیب پیش روم تا رسم به جلال سما. در طریق صلیب ما پیش میریم. طریق صلیب چیست؟ طریق صلیب است که ما به خاطر ایمان خود، به خاطر باور خود به خدا و کلام خدا، اگر کسی حتی ما را زیر شکنجه میاره، بر روی ما تف میکنه، ما را لعنتی میخوانه و حتی اگر او برخلاف خدای ما و کتاب ما صحبت میکنه، طریق صلیبی است که ما هیچ عمل زشتی از خود نشان نمیدیم، یعنی قار نمیشیم، و را نمیکشیم و تهدید نمیکنیم، بلکه حتی آماده هستیم و حتی آماده هستیم که طریق صلیب پیش ببریم. در طریق صلیب عیسی مسیح کسی را نکشت، بلکه او خودش جان خود فدا ساخت و ما امو کار را میکنیم. ما چون پیروانی از او هستیم، ما در طریق صلیب پیش میریم و ما جان خود فدا میکنیم. حتی ما حسین اندریاس بارها، صدها بار تهدید شدیم، تهدید به مرگ شدیم و ای بسیار هم وخیم بوده، زخمی شدیم، لط و کوب خوردیم. بله، مردم مرا فحش گفتن و اما چون ایمان ما به عیسی مسیح امید زنده را پیوند داده که ما این دنیای تکلیف، این دنیای مشکل، این دنیای مصیبت، این دنیای مفلسی را یک روز ترک میگم و ما در جلال سما قدم میگذارم، در جلال خداوند قدم میگذارم. پس این میجه است که برای ما خداوند چی میته؟ خداوند قوت میبخشه. خداوند قوت میبخشه که ما تنها سفیر او هستم، تنها یک خادم او هستم در روی از این دنیا که او را خدمت کنم، او را عبادت کنم با ای که ما کلامش برای مردم برسانم، با ای که عمل ما درست باشه، با ای که من انسانها را حتی اگر او انسان دشمن کت ما باشه، ما او را محبت کنم، بر از او دعا بکنم. مذهبی را برات یاد نمیته. مذهب میگه که اگر کسی برخلاف مذهب گفت، بس خلاص تفنگ بگیرو، بکش، قتل کو، بس خلاص. اینمی چیزا حتی این فکر نمی کنن که اگر میلیون ها هزارها میلیون انسان هایی که در دنیا هستن، وایی که حتی به خدایشان باور ندارن، به مذهبشان باور نداره، پس اگر وا میگن خدای ما قدر خدای عالی است و پرقدرت است، چطور خدا وار از بین نمیبره؟ خی چطور شما به جای خدایتان او اشخاص از بین میبرین؟ سوال است که باید ما فکر کنیم بالایش، نه ای که قهر شویم که اوی چرایی تو گفتی، کفر گفتی و غیره. من برخلاف هیچ مذهبی گپ نمیزنم و اما حقیقتی است که مذاهب برای ما این چیزها رو یاد نمیته، بلکه خدای زنده، خدای محبت، خدای واقعی برای ما یاد میته که او ما را اقدر زیاد دوست داره که حتی کسانی که به او باور ندارن، یعنی ایتیست ها. ایتیسم از خود یک مذهب است، کمونیسم هم از خود یک مذهب است، رهبری داره، کسی است که او را آغاز کرده و اونمو بنیانگذارش است و اونمو را و دائم یاد میکنن. ما از تاریخ اتحاد جماهیر شوروی آگاه هستیم که یک شورای جماهیر بسیار زیاد بود. من فکر میکنم که 15 جماهیر بودن، 15 جمهوریت ها بودن که یک جای شده بودن و این اتحاد شوروی میگفت و او از بین رفت. هر چیز از بین میره در دنیا به جز خدا، از بین رفت. بنیان گذارش کی بود؟ ما میفهمیم که کارل مارکس، فردریک انگلز و ولادیمیر ایلیچ لنین یا مفکوره های از این اشخاص بود که بنیادگذاری اتحاد جماهیر شوروی شد که این یک کشور سوسیالیستی و یا کمونیستی بود که در رأس اتحاد از این جماهیر
البته ولادیمیر ایلیچ اولیانوف مالادای لنین بود که ما میبینیم که او هم پوچ برآمد. و اما کسانی هستند که حتی امروز هم او را به گفته انگلیس زبان ها ایدیالایزد میکنه و یا از او یک تجسم پیش خود میبرن، او را بسیار احترام میکنن. این خودش یک عبادت است، یک پرستش است که و میکنن. پس این هم یک مذهب است. ایدئای کارل مارکس، فردریک انگلز و ولادیمیر ایلیچ لنین ایده‌هایی هست که آدم وقتی شاید خوش بکنه و اما اینمی ایده هم میلیون ها انسان ها را به قتل رساند. چرا؟ به خاطر از اینکه بیاین یک جامعه داشته باشیم که تمامی برابر باشه و اما در این برابری چقدر قتل صورت گرفت. کلام خدا یگانه کلامی است که برای ما برابری حقیقی را در عیسی مسیح نشان میده. جایی که میگه نه غلام نه بادار نه مرد نه زن، همه در مسیح یک هستیم و تنها به وساطت عیسی مسیح، تنها از طریق صلیب، تنها از طریق عیسی مسیح ما میتونیم که به جلال سما برسیم. عیسی مسیح میگه من راه، راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر آمده نمیتونه. هیچ کسی آمده نمیتونه جز به وسیله من نزد پدر. او با معجزه خود، با زندگی خود در میان ما خدای 100% انسان 100% میشه و این هم یک معجزه است. این هم تنها از قدرت خدا میتونه که سرچشمه بگیره که چطور امکان داره. ای عقل، فکر و جستجوی ما انسان ها ای را پیمایش نمیتونه، اما خدای قادر مطلق ای را انجام داد. خدای 100% انسان 100% میشه و او اظهار محبت با ما میکنه و کتاب محبت خدا و یا محبت نامه خدا برای ما میته. من خدا برایتان میتونم، عیسی مسیح میگه. آیا شما مرا میپذیرین؟ اگر شما مرا حاصل میکنین، میپذیرین، پس من داخل قلبتان میشم، سرور زندگیتان قرار میگیریم. من پادشاه سلامتی در زندگی شما قرار میگیرم. من خداوندتان میشم، من دوستتان میشم، من پدرتان میشم. من پدرتان میشم. یک از نامهای عیسی مسیح پدر جاودانی و یا پدر سرمدی. او پدر ماست و او میخواه ما را به فرزندی بگیره. تنها از طریق ازی که ما فرزندان او شویم ما میتونیم به آسمان بریم، در جنت داخل شویم. آیا شما میخواین که این تحفه خدا را بپذیرین و یا میخواین که رد بکنین؟ این مربوط به شماست. خدای ما خدایی نیست که سوته را گرفته بگه که قبول میکنین نمیکنین، اگر که سرت پاره میکنم. نمیگه که اگر شما قبول نمیکنین پس شما خانه من نمیین، بس خلاص. تنها دو خانه است، یکی جنت است یکی جهنم است. اگر میخواین خانه خدا برین، عیسی مسیح او یگانه راه است، یگانه وسیله است. او کاهن اعظم است که از طریق از او سید کلان ما میتونیم به حضور خدای مقدس برسیم. او قربانی عظیم در قدس الاقداس عالی خدای متعال تقدیم کرد. با قربانی خود خون خود ریخت و او کاهن ما شد. او هم برای قربانی و هم کاهن اعظم، هم کسی که عبادت کرد و هم کسی که معبود است. او هم عابد و هم معبود. اما قسمی که یک دوست بسیار عزیز ما که آل پیش خداوند است، یک روز در شعر گفت او هم عابد و هم معبود. خدای زنده به صورت انسان آمد، او عبادت کرد که تا ما یاد بگیریم عبادت حقیقی خدا. او کسی دیگر عبادت نکرد، او برای ما یاد داد از طریق یک انسان وقتی که انسان چطور خدا را عبادت بکنیم. و ما دعا میکنیم که امروز ما ای را درک بکنیم، ای حقیقت را درک بکنیم. ما دعا میکنیم که خداوند ما را حکمت ببخشد تا که ما نزدیکتر به او شویم. و کسانی که عیسی مسیح را قبول نکردن به حیث یگانه منجی و خداوند، یگانه منجی و خداوند، دیگه منجی و خداوند نیست، یگانه منجی و خداوند عیسی مسیح، یگانه نجاتگر عیسی مسیح است، یگانه رهبر عیسی مسیح است، یگانه وکیل عیسی مسیح است. الف و یا ما هستم و میگه، ابتدا و انتها ما هستم و میگه، اول و آخر ما هستم و میگه. بعد از ما کسی نیست، پیش از ما کسی نبوده.
و من هستم هر چیز. در او تمامی الوهیت کامل میشه. ای خداوند بگذار که ما این حقیقت درک بکنیم و تندارای ما بفهمن ایره. به نام مقدس عیسی مسیح، کاهن اعظم ما، خداوند ما، منجی ما. آمین آمین. خدا را شکر میکنیم که خداوند واقعا ما را دوست داره و یکی از ثبوتی از اینکه خداوند ما را دوست داره است که برادر عزیز ما نورالله جان واسکت ما هستند. خدا را شکر میکنیم و زندگی ایشان هم یک شهادت است که چطور خداوند ایشان نجات داد و بالاخره آل او با دل و جان خداوند خدمت میکنه و خدمت از اینکه نه به او نفع شخصی برسه بلکه نفع شخصی میرسه. ما خوش میشیم که یک برادر یک خواهر دیگه در ملکوت پدر آسمانی ما میرسه و اما نفع شخصی به نسبت از اینکه مردم فکر میکنه ما پول به دست میاریم مسیح و دیگه چیزا، نه این خدمت است که میکنه. ای برادر عزیز ما، برادر نورالله جان مانده نباشی وطندار گلم. من متاسفانه آوازشان نمیشنوم هیچ. بسیار میبخشین. برادر حسین عزیز، این آواز تان آمد، آواز شیرینی تان اینال آمد. مانده نباشی وطن داریم. مانده نباشی برادر حسین عزیز. چطور هستی وطن دارای گلم؟ و شما سلامت را تقدیم میگم. شما چطور هستید؟ خدا را شکر میکنم که در فیض خداوند باشین و دعا میکنم که تمام آرامش، شادی و شادمانی خداوند در قلب‌ها و در جان‌ها و در خانواده‌تان باشه. دوستان عزیز من، بسیار تشکر. عزیز تشکر از این صحبت کردی. بله، من خدا را خدمت میکنم به خاطر نفع شخصی می که من در ملکوت در آسمان باشم راز گفتین و در مجموع خدمت ما به خاطر وطندارایم است که در راه حقیقت عیسی مسیح راهنمایی بکنم. این خواندگی ماست و این خداوند خواسته از ما و تا زمانی که زنده هستم با یاری خود خداوند و کمک روح القدس عزیز و پیش میرم و زندگی میکنم با خداوند. آمین آمین. خدا را شکر میکنیم، خدا را شکر میکنیم وطندار عزیز ما و منتظر هستیم که شما بشنویم برادر عزیزم که خداوند در قلبتان چه گذاشته تا که ما بشنویم و وطندارای ما هم بشنون و فیضیاب شویم. آمین 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 آمین. خدا را شکر میکنم که خدای ما زنده است. ما ارتباط با خدای زنده داریم، با خدایی که گوشایش میشنوه و زبانش همراه ما صحبت میکنه. حسین عزیز، خودت بسیار زیبا صحبت کردی در رابطه با عیسی مسیح و ما همیشه که دعا میکنیم از پدر آسمانی به نام عیسی مسیح یگانه فرزندش میطلبیم و این موضوع بعض اوقات سوال در ذهن دوستای ما به وجود میاره، ایجاد میکنه که چرا عیسی مسیح. دوستان عزیز، این سوال خودت نیست بلکه سوال بشریت از ابتدا تا اول بوده که مسیح کی است، چی است. عیسی مسیح چطور یک شخصیت بوده در این زمین؟ دوستان، عیسی مسیح شخصیت داره که تاریخ بشر تغییر داد. مرکزیت طبیعت خداست، مرکز کتاب مقدس است، مرکزیت آسمان سماست. عیسی مسیح تو یک شخصیت داره. عیسی مسیح اگر در زمین نماید، ما امروز هیچ وقت نمیتونستیم به اون شکلی که خلق شدیم زندگی بکنیم. با آمدن عیسی مسیح در زمین، ما با سما و خدا با آسمان آشتی کردیم. با آسمان میتونیم آشنا شویم و میتونیم با آسمان برسیم. دوستان عزیز، پتروس رسول که یکی از ایماندارای عیسی مسیح، یکی از حوارین، یکی شاگرد عیسی مسیح بود و این پتروس میفهمید چی میگه؟ همونطور که عیسی مسیح خداوند را او الوهیتش و مسیح موجود بودنش برای ما امروز بشناسانه. مسیح که انسانها سالهای سال پیش در انتظار آمدنشان بود و او را اعتراف میکنه و صحبت میکنه. دوستان عزیز، در کتاب متی ما میخوانیم و در انجیل شریف میخوانیم که عیسی مسیح خودش را برای مردم معرفی میکنه از طریق شاگردای خودش. چطور؟ قبلا داستان را میخوانیم که عیسی مسیح در بین مردم را معجزه های انجام میده، کارهای مرده را زنده میکنه، مرض ها را شفا میده، گناهان را میآمرزه و یکی از ملاحان او زمان برش میگه که از عیسی مسیح سوال میکنه که چی معجزه نشان میده که ما به تو ایمان بریم. دوستان عزیز، امروز هم در زمین ما انسان ها بسیار زیاد به این توجه داریم که چطور یک
آلتی از خدا ببینیم، یک معجزه ببینیم تا او را بشناسیم و به طرف از او بدیم. این سوال امروز ما بشر هم است. بسیار انسان‌های سوال میکنن که چطور میتونیم مسیح را بشناسیم. مسیح از شاگردان خودش سوال میکنه، میگه که مردم بیرون مرا چی میدانند؟ مردمی که در بیرون، مردمی که تمام روز معجزات مرا و کارهای مرا دیدن، بازم مرا چی میبینن؟ چی میگن اصلا؟ بیاین از کلام خدا بخوانید که چی میگن. در کتاب مقدس در باب 16 آیات است که میگه عیسی وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصره فیلیپوس رسید، از شاگردان خود پرسید به نظر مردم پسر انسان کیست؟ بدانید دوستان، این سوالی که گفتم از ابتدای بشریت انسان ها میکنن و یگانه شخصی که برای اولین بار قانع ترین جواب را داد و مشخص ترین جواب را داد، جوابی که واقعیت است و کاملا واقعیت را اعلان کرد، میدانید چیست دوستان عزیز؟ این آیه کلام خدا برای ما میگه. متی، انجیل متی فصل 16 فصل 16 آیه 15 را خدمت شما میخوانم دوستان. بله. میگه عیسی پرسید شما مرا کی میدانید؟ میدانید شمعون پتروس چه میگه؟ آیه 16 شمعون پتروس جواب داد تو مسیح پسر خدای زنده هستی. آمین آمین. چقدر عالی، چقدر واقعا او مسیح پسر خدای زنده هست. آمین. برادر عزیزم با اجازه تان یک تلفن میگیریم از عبدالجان. 2 بار تلفن کردن و این تلفن بور میداریم و باز به خیر ادامه میتیم. بفرمایید. عبدالجان وطندار عزیز مانده نباشین، روی خط هستین. بسیار تشکر از تلفنتان. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشین. شما خسته نباشین، جور باشین، بخیر باشین. بفرمایید. خیلی زنده باشین. مفصل دعا کنی برامون برادر. چی دعا کنیم برادر عزیزم؟ نمیدونم، همش زندگی ناراحته، همش گرفتاره، همش سردرگمم، همش ناراحتی تو زندگی. من صاحبامون دعوا میکنه بی خود و بی جهت. همین گفتم دعا بکنیم. عبدالجان میخواستم از شما بپرسم که آیا شما به عیسی مسیح ایمان آوردین؟ آره بله دقیقا. خوب، بسیار خوب است. خدا را شکر میکنیم، خدا را شکر میکنیم که شما ایمان آوردین به عیسی مسیح و اینمی ایمانتان مهمترین چیز است به عیسی مسیح و کلام خدا برای ما میگه که ما به حیث فرزندای خدا از خداوند میتونیم بطلبیم و خداوند برای ما میته مطابق فیض خود. و ما برتان حتما دعا میکنم برادر عزیزم عبدالجان. به اجازه تان ما از برادرها و خوارای دیگه هم که برنامه را تماشا میکنن امیالی و آواز شما را شنید، از ایشان هم میخواهیم که برتان دعا بکنه و ما از برادر عزیزم نورالله جان خواهش میکنیم که این دعا را برتان بکنه. بله برادر نورالله لطفاً برای برادر عبدال دعا بکنین. بله خداوند عیسی مسیح فرزند یگانه خدا، دعا میکنم خداوند برای دوست عزیز ما عبدالله به حضورت میارم مسیح جان. همونطور که تو از آسمان آمدی تا خداوند به خاطر ما زده و زخمی شوی و ما شفا پیدا کنیم، به خاطر گناهان ما به صلیب رفتی، آمدی دردها و رنجهای ما را تو خداوند برداری و به خود بگیری و گفتی که ای تمامی زحمت کشان بیایید نزد من بر شما آرامش میدم. خداوند دعا میکنم برای برادرم که تو آرامش خداوند سلامتی آسمان برش بدی و هر مشکل و پرابلم و جنجال که در زندگی داره و نام عیسی مسیح از زندگی دور شود و خداوند رحمت خودش برای خودت فراوانی بریزه. به نام عیسی مسیح دعا کردم. آمین. آمین. عبدالجان بسیار تشکر از تلفنتان، بسیار تشکر. خداوند برکتتان بده. آمین 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 آمین. بله برادر عزیز ما عبدالجان، اگر کتاب انجیل داری بخوان. عیسی مسیح تمام دردها و مشکلات تو را گرفته و بر تو آرامش خودش داده، ولی به شرط که تو را قبول بکنی و بری در کلامش بخوانی، حتما من مطمئن هستم که خداوند برات آرامش و آرامی نصیب میکنه. آمین آمین. بله برادران عزیز، همونطور که گفتیم که مردم ها عیسی مسیح را به اسامی‌های مختلف میشناسن. کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی معلم خوب، کسی معلم تابانا، کسی به اسم پیغمبر
اولوالعزم، کسی به نام خداوند، کسی به نام ربی میشناسه. همونطور که ما عیسی مسیح خدای جسم پوشیده و به زمین آمده میشناسیم. انسان ها اشکال مختلف و به اسمای مختلف و به رقم های مختلف عیسی مسیح را میشناسن، امرش آشنا هستند. آمین. ولی پتروس گفته که بسیار زیبایی جبر ما واضح و حق را میگه، کلمه راستی و کلمه درست را برای ما میگه توی مسیح پسر یگانه خدا که به زمین. آمین. و این مسیح خداوند دوستان عزیز در زندگی ما چی کرد، کی است و چی میکنه؟ برادران عزیز در ابتدا تمام کارهایی که عیسی مسیح کرده بود و زیبایی صحبت کرد، ولی من میخوایم چند تا آیه دیگر خدمت شما بخوانم از کلام خدا. بله. تا بیشتر آشنا شیم که عیسی مسیح نه تنها به خاطر بخشش گناهان ما از آسمان آمد، بلکه یک کار دیگه را انجام داد. دوستان عزیز، وقتی که عیسی مسیح گناهان ما را میبخشد و میامرزد گناهان ما را، او یک تغییر و تحول در زندگی ما به وجود میاد. هر کسی که در حضور مسیح میره و گناههای خودش اعتراف میکنه که بخشیده شود، زمانی که مسیح از طرف مسیح بخشیده شد، زندگی و شخصیتش تغییر میکنه. او تغییر کامل میاره. ما وقتی که کلام خدا را میخوانیم ما درک میکنیم که خداوند یک کسی که به او ایمان میاره، خداوند زندگی از او را تبدیل میکنه. کلمه تبدیل بسیار کلمه پخته است و یا کلمه تغییر کاملا چیزی است که ما یک چیز بودیم و کاملا دیگه چیز شدیم. یعنی این درجه به درجه نیست، یک دم است. چیزی که درجه به درجه است او رو ما تحول میگیم و چیزی که کامل است، تغییر است، تبدیل است، یک دم. یعنی 100% خداوند زندگی ما را تغییر میده. چون ما در تاریکی بودیم، یک دم فوراً خداوند ما را در نور میاره و خداوند ما را از تحول نمیگذرانه بلکه تبدیل کامل میکنه. چقدر خوب گفتین شما. بله، آمین. آمین. و کار دیگه که عیسی مسیح میکنه دوستان عزیز، ما را از خشم و غضب آینده نجات میده. آمین. از خشم و غضب آینده نجات میده. بیاین از کتاب رومیان باب 5 آیه 9 بخوانیم که عیسی مسیح چی میگه. میگه ما که با ریختن خون او عادل شمرده شدیم، چقدر بیشتر به وسیله خود او از غضب خدا نجات میابیم. غضب خدا همون که برادران عزیز گفت که ما 2 تا خانه است. در کدام خانه انتخاب میکنیم بریم؟ آیا در جنت یا در جهنم؟ وقتی که میگه ما را از غضب جهنم آزاد میکنه عیسی مسیح، یعنی ما را در خانه خودش، در نزد خودش میبره عیسی مسیح. ما را در نزد خودش میبره، از آتش و غضب آخر ما را عیسی مسیح خلاص میکنه. نه ای که ما بریم در اون دنیا باز ما را مسیح تصمیم میگیره، بلکه در این دنیا این تصمیم گیری بر عهده موضوع مانده. دوست عزیز، موضوع چی تصمیم میگیریم؟ آیا کدام راه را انتخاب میکنیم؟ امروزی که مسیح میگه من راه، راستی و حیات است. و کاری که عیسی مسیح میکنه دوستان عزیز، گفتم که اولی کارش است که گناهان ما را میبخشه تا ما را به او آرامش و به او خانه ابدی خودش برساند. و در زمان قدیم دوستان عزیز ما میبینیم که اگر شخصا و انسانایی که گناه میکردن و گناه را مرتکب میشدن چیکار میکردن؟ میرفتن در نزد کاهن اون زمان، در امو معبد یا کنیسه یا امو عبادتگاه میرفتن، جایی که امو کاهن اعظم در اونجا و کاهن اونجا بود. چی میکردن؟ و میخواستن اعتراف و گناهان بکنن و او کاهن شفاعت را در نزد خدا میکرد با یک قربانی. البته قربانی های حیوان میکردن. بله بله. و این شخص گناهکار وقتی که میرفت در نزد کاهن تنها نمیرفت، همراه خودش یک قربانی میبرد، یک حیوان را برای قربانی کردن میبرد تا خون بریزه و از طریق خون بتونه او کاهن شفاعت بکنه و او گناه از او بخشیده شود طرف خداوند. و جالب میشه دوستان عزیز که بیان از کلام خدا بخوانیم. باز اگر وقت بود کمی روشنی خواهد انداختیم. در کتاب عبرانیان در انجیل شریف از باب 8 من 2-3 تا آیه را خدمت شما میخوانم. میگه خلاصه آنچه تا به حال گفتیم این است که ما چنین کاهن داریم که در عالم بالا در دست راست تخت خدای قادر مطلق نشسته است و به عنوان کاهن اعظم در دادگاه و در آن خیمه حقیقی که به دست خداوند برپا شده است نه به دست انسان خدمت می‌کند. همچنین هر کاهن اعظم مأمور است
هدایای تقدیم نموده مراسم قربانی را انجام می‌دهد. بنابراین کاهن ما نیز باید چیزی برای تقدیم کردن داشته باشد. دوستان عزیز، همونطور که گفتیم وقتی که کسی گناهکار است میره نزد کاهن، قربانی را با خودش میبره و او کاهن میخواد که برای خداوند شفاعت بکنه. ولی امروز عیسی مسیح چی میکنه؟ بیان آیه سوم تکرارا خدمت شما بخوانم. میگه همچنین هر کاهن اعظم مأمور است هدایای تقدیم نموده مراسم قربانی را انجام بده و او کاهن به خاطر بخشش گناهان او شخص چی میگه؟ گوسفند یا باز یا حیوان را قربانی میکرد، بعد از او در حضور خدا میره برای دعا و شفاعت. اما عیسی مسیح که امروز به عنوان کاهن اعظم ماست که در آیه اول همین باب میگه که خلاصه آنچه تا به حال گفتیم این است که ما چنین کاهن داریم در بالا در دست راست خداست، یعنی خود خداوند کاهن اعظم ما میشه. عیسی مسیح کاهن ماست. پس این کاهن که عیسی مسیح است او چی داره که قربانی بکنن در رضا خدا تا گناهان ما آمرزیده شود؟ چی داره؟ او جان خودش داره. او فدیه گناه ما تو شد. کاهن ما تو امروز عیسی مسیح دوست من احتیاج به این نیست که از حیوانات استفاده بکنه، حیوانات دیگه را به عنوان قربانی ما نزدش ببریم تا او برای ما شفاعت بکنه، بلکه مسیح خداوند از آسمان آمد تا فدیه گناه ما تو خودش شود. جان خودش فدیه ما تو کرد. جان خودش فدیه ما تو کرد. جالب اینجا دوست عزیز من که در روز زمان کاهن وقتی که شفاعت اولین کاری که میکرد برای خودش دعا میکرد، برای خودش اعتراف گناهانش میکرد و بخشش میطلبید و بعد از او برای او کسی کار میکرد. و یا در سال یک بار چیکار میکرد او کاهن؟ در مقدس ترین جایگاه حضور خدا وارد میشد. بله. در روح خیمه که خدا برش تعیین کرده بود و او را در کتاب مقدس در عهد عتیق میخوانیم خیمه که توسط موسی ساخته شد، گروه انسان ها ساخت. یعنی خداوند دستور ساخت از اون داد و با چگونگی که خدا برای موسی میگفت و او خیمه درست میشد و درست شد. اونجا کاهن چی کار میکرد؟ کاهن فقط سال یک بار میتونست برای اونجا وارد شود. ولی دوستان عزیز ببینید که ما وقتی که خدای ما عیسی مسیح از آسمان میآید و امروز ما میتونیم توسط عیسی مسیح در مقدس ترین جایگاه آسمان که حضور خود خداست در اونجا وارد شویم. این زیبا نیست دوست ما که امروز من شخصی که گناهکار بودم با یک اعتراف در حضور عیسی مسیح، نه کاهنی که انسان است، نه کاهنی که برای آمرزش گناهان خودش دعا بکنه، بلکه برای کاهن اعظمی که از آسمان آمد، او کاهنی که خودش آمد و توسط از او به مقدس ترین جایگاه خدا قرار میگیره. آمین. از سال یک بار، نه هر چند وقت یک بار، نه به خاطر آمرزش نیاز، بلکه هر لحظه، هر ثانیه، هر دقیقه خواسته باشد برم در حضور این کاهن و این کاهن آماده است. این کاهن آماده است که مرا، تو را دوست عزیز و همه انسانایی که در حضورش برن او را ببخشه و در حضور خود در کهانت خود بپذیرش و او را به اصطلاح اجازه بده که در مقدس ترین جایگاه خودش قرار بگیره. آمین آمین. با این که ما اقرار بکنیم به گناهان خود، به تقصیر خود و با این که ما بگوییم خدایا از ما اینی خطا سرزد شده، واقعا چی کاهنی داریم که همیشه آماده است و این وقت این نشده که ساعت خوب برین ساعت 9 بجه بیاین یا برین ساعت 4 بجه بیاین و یا یک منزل باشه که او را یک مکان مخصوص بنامیم که در او تقسیم اوقات باشه و یا تقسیم اوقات روزانه باشه، بلکه هر لحظه میتونیم ما به حضور از این کاهن اعظم بریم و از او بخواهیم که او میانجیگر ما شود بین خدا و بین ما انسانی که گناهکار هستیم. واقعا چقدر خوب گفتین برادریم. بله. و جالب دیگه اینجا که دوستان از شما حتما خبر دارین، موضوع رو شنیدین بارها که زمانی که شخص حیوان را به حضور کاهن میبرد که قربانی شود و حیوان کاملا باید به عیب می بود، هیچ عیب درش نمی بود، کاملا سالم می بود، از هر لحاظ درست می بود تا او قربانیش پذیرفته می شد. و امروز ما می بینیم دوست عزیز ما که عیسی مسیح
مسیح که هیچ عیب درش نبود، هیچ گناهی درش نبود، هیچ گناهی نکرد و او برای به عیب خدا فدیه موت میشه تا موت را به سما برسانن، تا موت را به اون جایگاهی که احتیاج داریم برش دوست عزیزان به اونجا برسانن، به اون جایی که احتیاج برش داریم. اما تا که اگر یک مثال زمینی برای شما بزنم از لحاظ دنیا، وقتی که ما در این دنیا هستیم میبینیم که قاضی وجود داره، وکیلی وجود داره، محکمه و دادگاه‌های وجود داره در این زمین. اگر در کشور شخص گناهکار از گناه میکنه، خطای مرتکب میشه، حتما 100% وکیل میگیره دوستان، درست است؟ هیچ مجرم در این دنیا نیست که بدون وکیل بتونه در قاضی در محکمه آخر استاد شود و از خودش دفاع بکنه. حداقل در اروپا و آمریکا من میفهم که در کشورها قانون کشور است که هر مجرم و هر شکلی که باشه باید وکیل داشته باشه و او وکیل ازش دفاع میکنه تا مرحله آخر محکمه که قاضی آخر، قاضی کلان سرش چی تصویب میکنه و چی بررسی میکنه و چی تصمیم میگیره و اون قانونی که در اون کشور است اونجا تطبیق میشه. بله. و خود وکیل هیچ صلاحیتی از خودش نداره، حتی خود وکیل هم اگر کدام جرم بکنه باید او دادگاه بره. بله. و این که وکیل صلاحیتی را نداره که اون شخص طور مثال بگه من مثال یک قاتل را از جرم خلاص بکنه و رهایی بدش بره خانه، یا هیچ وکیل صلاحیت از این نداره که کسی که مجرم نیست او را به دادگاه ببره و مثلا 20 سال قید سرش بکشه. ولی قاضی آخری تصمیم میگیره که مطابق قانون دولت که چی است همون تصمیم شه. این در زمین است، در خصوص انسان ها در زمین و همین رقم در آسمان دوستان. ببین در آسمان ما اول وکیل احتیاج داشتیم که ما را در حضور خدا راهنمایی بکنه، ولی خدا تصمیم گرفت که چی کنه؟ خودش به قاضی تصمیم گرفت که خودش به در زمین و چی کنه؟ ما را از مرگ ابدی، از جهنم ابدی، از او جزایی که برای ما باید تعیین شود از او خلاص بکنه. خدا نمیخواد که ما در جزا و در خشم از او خلاص داشته باشیم. خدا چی میکنه؟ خودش به و ما را وکیل ما میشه. خدا خودش اصلا وکیل ما میشه. مثال جالب است، برعکس دنیا دوستان است، برعکس دنیا باید مجرم وکیل بگیره، وکیل پیش قاضی بره، ولی در خدا وکیل اعظم، کاهن اعظم عیسی مسیح خودش میگه وکیل موت میشه، خودش وکیل موت میشه. دوست من، افغان من، وطندار کل من، عیسی مسیح امروز وکیل است. هر جرم، هر مشکل، هر دردسر، هر گناهی که در تو است، مطمئن باش وکیلی که از آسمان آمد، از سما آمد، اون وکیل امروز تو را میتونه که از جرم خلاص بکنه و وارد بهشت خودش بکنه. خود او وکیل، خود قاضی وکیل موت، خود قاضی آمد در زمین. در کتاب عبرانیان در باب 9 آیه را میخوانیم برای دوستان عزیز که ببین در باب 9 آیه 6 چی میگه برای ما. میگه پس از این که همه این چیزها آماده شد، کاهن هر روز به قسمت بیرونی آن داخل میشود تا وظایف خود را انجام دهد. اما فقط کاهن اعظم میتواند به قدس اقداس برود و آن هم سال یک بار و با خود خون میبرد تا به خاطر خود و خاطر گناهانی که مردم از روی نادانی کردند آن را تقدیم نماید. دوستان عزیز، کاهن و اون قانونی که خدا برای کاهن داده بود سال یک بار به خاطر گناهان جمع میکرد، جمع شد یک سال انبار میشد گناهان، باز یک دفعه میرفت در داخل اقداس یک بار قربان عمل خودش را پاک میکرد، باز میرفت برای ما تو اونجا شفاعت میکرد. آمین. مسیح از آسمان آمد تا ما را خودش در جایگاه خودش قرار بده. در 11 چی میگن؟ اما وقتی مسیح به عنوان کاهن اعظم و آورنده برکات سماوی آینده ظهور کرد، دوست من، مسیح موعود برکات سماوی آینده را از آسمان با خودش برای ما تو آورد. چی میگه؟ به خیمه بزرگتر و کاملتر که به دستهای انسان ساخته نشده و به این دنیای مخلوق تعلق ندارد وارد شد. آمین. آمین. گفتیم که کاهن اول چی میکرد؟ او خیمه را که موسی توسط انسان ها ساخته بود، کاهن داخل او خیمه میشد، خیمه که به ساخت دست انسان ها
ها بود. خداوند برای موسی گفته بود که چارچوب خیمه چطور باید باشه، پرده های چطور باشه، قسمت اول چی باید باشه، کدام رنگ ها باید انتخاب شود. خدا امر کرد، انسان ساخت و عیسی انسان ساخته شد، یعنی مخلوق اونا را ساخت به امر خالق خودش. اما امروز عیسی مسیح برای ما چی میگه؟ میگه که خیمه بزرگتر و کاملتر که هیچ کوچکی ندارد. در اون زمان من ندیدم خیمه را، به نظر من شاید بسیار کوچک و شاید 5 نفر 10 نفر بتونه در اون جای شود، ولی خیمه‌ای که کاملتر و بزرگتر است امروز او حضور خداست، او بهشت و او آسمان خداست. میلیاردان در میلیارد انسان در او جای میشه، از ابتدای بشریت تا آخر انسان ها در او جایش دارند. اینقدر او کامل و بزرگ است. آمین. و دست انسان هم ساخته نشده، بله. و دست کی؟ و دست خود خالقش، و دست خود او صلاحیتمندش ساخته شده و او خودش حضور خداست. وقتی عیسی یک بار و برای همیشه وارد قدس اقداس شد، خون بسا و گساله ها را با خود نبرد، بلکه با خون خود و آنجا رفت و نجات ابدی را برای ما فراهم ساخت. آمین آمین آمین. چقدر عالی گفتین. با اجازه تان یک چند آیت دیگر از رساله اول تیموتائوس میخواهیم که بخوانم. شما در مورد وکالت صحبت کردین که عیسی مسیح کسی است واقعا که وکیل شخصی ماست. اما قسمی که شما مثال آوردین که در خصوصا در کشورهای غربی خب بسیار زیاد رایج هست، و اما در افغانستان هم هست مردم وکیل گرفته میتونه، و در ایران هم هست مردم وکیل گرفته میتونه، و ما میبینیم که وکیلای انسانی از خود ضعف هایی دارن و مشکلاتی دارن و برای خود هم باید از تمام قضاوت کنه خود که خودش چطور است، آیا آماده وکالت هست یا نیست و غیره. و اما در مورد عیسی مسیح بسیار جالب است که او وکیلی است که کاملا مختلف، وکیل کامل. هیچ وکیل در دنیا کامل نیست و اما عیسی مسیح یگانه وکیل کامل است. اگر ما رساله اول تیموتائوس میخوانیم و در فصل 2 و آیت 5 و 6 برای ما این را بسیار واضح میسازه. ما میخواهیم که این را روی پرده هم بیارم. اگر وطندارای عزیز ما شما این برنامه رو میبینین لطف کنین روی پرده تلویزیون ببینین و با هم میتونیم که این وبسایت هم یاد بگیریم که چطور کلام خدا رو بر روی اینترنت بخونیم. از تمام اول شما میتونین بر روی نزی گرافیک کلیک کنین و بعد از کلیک کردین کتاب مقدس به زبان دری شما میتونید اینجا حاصل بکنید و از اینجا شما میتونید که کتاب ها را بخوانید. ما امروز میریم اول تیموتائوس و فصل 2 و آیت 5 و 6 یک جای اینجا میخوانیم که در اینجا کلام خدا برای ما این قسم میگه که زیرا یک خدا و یک واسطه و یا یک وکیل، یک میانجیگر. کلمه واسطه را شما میتونید وکیل بگوین، میانجیگر بگوین و یا واسطه بگوین اینجا. زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح. کلمه شخص اینجا در حقیقتش من و یا انسان هست. کلمه انسان است. انتروپو یعنی انسان. در اینجا یک نقشه بسیار عالی است، یک نقشه بسیار بسیار عالی از الوهیت خداوند عیسی مسیح است. چطور؟ خداوند قاضی مطلق است. ما انسان ها هر کدام ما مجرم هستیم. ما گناهکار هستیم. خدا قدوس است. خدا قاضی مطلق، قاضی عادل، قاضی کامل است، مثل قاضی انسان نه که ازش اشتباه ها صورت میگیره. مثلا در غرب در این وقتا ما میخوانیم مطابق دی ان ای بسیاری از مجرم ها بعد از 20 سال، بعد از 26 سال و آزاد میشن. چرا؟ به خاطر یک قاضی انسان در اوجا بوده، بنا به تحقیق اشتباهی که شده این را مجرم قرار داده و به جای شخص اصلی گناهکار، شخصی که گناه نکرده او را در
زندان انداخته و بعد از 20 سال، بعد از 10 سال، بعد از 26 سال از زندان و رهایی یافتن. این اشتباه انسان است. و اما خدا قاضی کامل، قاضی مقدس است. و ما مجرم هستیم، 100% مجرم هستیم، ما گناهکار هستیم. خدا هرگز گناه را دوست نداره. خدا انسان گناهکار را دوست داره، گناه ما را دوست نداره. او طرف ما وقتی که میبینه ما پر از گناه هستیم مطابق عدالت خدا، چون عدالت خدا نباید پایمال شوه، هرگز به هیچ صورت نباید پایمال شوه. نورالله جان به اجازه تان. بله بفرمایید. نباید هرگز پایمال شوه. پس خدا قاضی مطلق، خدا قاضی مقدس، خدا قاضی که ازش هرگز اشتباه صورت نمیگیره. او حکم مرگ صادر میکنه بالای از این مجرم که ما هستیم، در از این قطیگک که ما را استاد کرده که مجرم هستی. دستای ما بسته است، دستای ما بسته است، ما از خدا گریخته نمیتونیم. دستای ما بسته است، ما از خدا هرگز گریخته نمیتونیم. او حکم مرگ بالای ما صادر میکنه. در عین عدالت خدای پدر قاضی مطلق ای حکم صادر میکنه. خدای پسر هم هست ایجا، عیسی مسیح کلام زنده خدا جسم میگرده، او وکیل ما میشه. او میگه که ای پدر جای از این را من میگیرم، جای از این مجرم من میگیرم. من یگانه کسی هستم که جای از این مجرم گرفته میتونم، به خاطر از اینکه من کاملا پاک و مقدس هستم. خداوند خودش جامعه انسانی را میپوشه به صورت پسر خدا، به صورت پسر انسان، به صورت انسان کامل، یک وکیل کامل به خاطر ما میشه و او جای ما را میگیره. و خداوند میگه که از این بعد گناه نکو. روح مقدس ما را در حرکت میاره، یک حرکتی که هیچ چیز دیگر نمیتونه که ما را به او بیاره، که ما به گناهان خود اقرار بکنیم. ما به گناهان خود اقرار بکنیم هرچند که خجالت هستیم. بسیار کلان گپ است که یک آدم بسیار صاحب منصب کلان است، بسیار آدم مذهبی کلان است، ملای کلان است، عالم کلان است، فیلسوف کلان است، استاد کلان است، بگه که من گناهکار هستم. و اما وقتی که ما به حضور خداوند میاییم، خداوند وقتی قلب ما را لمس میکنه، وقتی که ما خود تسلیم او میکنیم، روح مقدسی را برای ما آسان میسازه که ما اقرار بکنیم که ما گناهکار هستیم. پس بنا به می در اینجا ما میبینیم که یک خداست. در کلام خدا میگه زیرا یک خدا و یک واسطه بین انسان وجود دارد، بین خدا و انسان وجود دارد. یعنی کلمه شخص اینجا خواهش میکنه متوجه باشین اشتباه ترجمه شده، اشتباه صورت میگیره. و ما خدا را شکر ما کتاب مقدس به زبان اصلی داریم، هرچند که اشتباه های املایی شوه. البته از خاطر نگاه گرامری در لسان فارسی و یا دری شاید فکر کردن که شخص بیاری بهتر است. و اما اینجا کلمه انسان است، انسان است اینجا، انسان یعنی انسان عیسی مسیح. خدای کامل انسان کامل میشه و او وکیل ما میشه، در جای ما میایه، گناهان ما را بالای خود میگیره، مصلوب میشه. نه تنها مصلوب میشه، او قربان میشه، بلکه اینمی برای قربانی کاهن ما است و ما را تقدیس میکنه و تقدیم میکنه به حیث کاهن اعظم پیش خدای متعال. وقتی که آل خدا ما را میبینه، خدا تقصیر کهنه ما را نمیبینه، بلکه خون بره، خون عیسی مسیح را میبینه. توسط از او که ما لمس شدیم و ما پوشیده شدیم، ما را میپذیره به حیث فرزندان خود. بله برادر عزیزم بفرمایین. بله حسین عزیز، خود زیبا کلام خدا را باز میکنیم و صحبت میکنی که پر از برکت و واقعا چیزایی یاد میگیریم و میخوایم که همیشه بشینم و بشنم که خودت صحبت بکنیم. واقعا خداوند
فیض بتید، خداوند برکت بتید دوستان عزیز که به این زیبایی خدای عیسی مسیح ما را تو جلال میتی و از او یاد میکنی. تمام از فیض خداست. شما بسیار خوب صحبت کردین. فقط من میخواستم که اینمی اضافه کنم برادر عزیزم. بله، خدا را شکر برای وجودت. بله دوستان عزیز، ما گفتیم که ما کاهن اعظم داریم که خودش قربانی گناهان ما شد. دیگه احتیاج به هیچ ایوان و هیچ وقت و زمان نیست که در یک ساعت معین، در یک زمان معین، در یک وقت معین بیاییم و بریم یک کار بکنیم، بلکه هر آن لحظه، هر آن ثانیه که تصمیم بگیری، هر لحظه که خواسته باشی، منتظر وقت و زمان نباش دوست من. برو در حضور خداوند عیسی مسیح و او کارش به انجام میده. چرا؟ چی میگه؟ میگه که اما وقتی مسیح به عنوان کاهن اعظم با آورنده برکات سماوی آینده ظهور کرد، به خیمه بزرگتر و کاملتر به دستهای انسان ساخته نشده بود، به این دنیای مخلوق تعلق ندارد، وارد شد. او خود مسیح وارد حضور خداست، در حضور خداست، خودش خداست، در سماست. پس او آماده است از او بالا از سما که ما چی بکنه، هر لحظه که خواسته باشه در حضور خودش بپذیره. بیاین آیه آخر فکر کنم اگر وقت است بله بفرمایید. ایره دوستان عزیز، وطندارای گل ما، واقعا امروز ما دعا میکردم، کلام میخواندم، خداوند در جریان دعا برام نشان داد که ما ایره مشخص با تمام قلب برای شما اعلان بکنم. و این آیه اول برای ما است، باز برای تمام شما دوستان عزیز من. در کتاب عبرانیان در باب 10 آیه 5 چی میگه؟ به این جهت وقتی مسیح به دنیا آمد فرمود تو خواهان قربانی و هدیه نبودی، اما برای من بدن فراهم کردی. خود مسیح برای ما تو میگه ایره. خود مسیح میگه که من وقتی که از آسمان آمدم بر زمین، خواهان دیگه قربانیای زمینی نیستم. در آیه 9 چی میگه؟ آنگاه مسیح دوباره میگه، آنگاه میگوید من میآیم تا اراده تو را به جا آورم. آمین. و این ترتیب خدا قربانی های پیشین را منسوخ نموده و قربانی مسیح را به جای آنها برقرار ساخته است. پس وقتی عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشتیم. دوست من، وطندار گل من، افغان عزیز من، بسیار دوستتان دارم. شبانه روز دعا میکنم، در هر جلسه دعا، هر روز در تمامی دعای ما، در تمام جلسات کلیسایی مشخص برای مردم افغانستان و وطن خود، با آرامی مردم خود، برای آرامی کشور خود، مردم خود دعا میکنم که خداوند فیض و رحمتش برای وطن و وطندار ما بیاره. تا هر مشکلی که در وطن ما از افغانستان ماست، خداوند با فیض محبت خودش دور بکنه. من دعا میکنم برای دوستای عزیز، دعا میکنم برای و ایره. بازم میخوایم دوستان عزیز که عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار با آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد و ما از گناهان خود پاک گشتیم. اگر ما در حضور عیسی مسیح بریم، دوست من، از گناهان خود اعتراف بکنیم و بگوییم که خداوند واقعا من گناه کردم، آمین، من گناهکار هستم. چون کلام خدا میگه همه گناه کردنم از حضور خدا. خدا عیسی مسیح آماده است که ما را ببخشه. کار عیسی مسیح بخشیدن است. به خاطر بخشش گناهان ما تو آمد در صلیب فدیه شد. دوست من، اگر مسئله صلیب نبود، اگر به خاطر بخشش نبود، تنها گفتار بود و عمل نبود، محبتش خداوند در عمل نشان نمیداد، ضرورت نبود که خدا از آسمان بر روی زمین جسم بپوشه بیاید. و عیسی مسیح ببخشید، و عیسی مسیح خودش گفت که اگه ایتو نمی بود من میگفتم برتون که ایتو نیست. فصل 14 انجیل یوحنا. بله، و منظور مسیحی بود که ما تو را بشناسیم، درک بکنیم با تمام احساس گوشت و پوست خود، با تمام عقل و منطق انسانی خود بفهمیم، ببینیم که واقعا خدا چی کار برای ما. اگر تنها بر امر می بود، بله، خداوند از ابتدای خلقت از نوح ما شما میبینیم، برای ابراهیم میبینیم، برای داوود میبینیم، برای موسی میبینیم، برای تمامی پیغمبر انبیای خود گفت که برای ما انسان ها بگوید که گناه نکنیم، این کارا بکنیم، اون کارا نکنیم. راه خوب ای است، راه خراب است. اما دوست عزیز، آخرین دفعه خود خدا تصمیم میگیره به این کار، برای زمین و فدیه گناه ما تو خودش شود، کفاره گناهان ما رو میپردازه. خودش کفاره ما تو شود. بله، آمین. کار خداست. آمین. و محبت خدای دهی بود. آمین. ما محبت از چی بشناسیم؟ ما از کجا بفهمیم که خدا محبت است؟ خب باید یک کار را ببینیم. تنها با گفتار، امروز به عمل دیدیم.
آمین. خدا از اول گفتار کرد. در کلام خدا میگه عیسی خداوند در اول از طریق انبیای بسیار با ما سخن گفت، در این زمان آخر توسط یگانه پسرش با ما صحبت کرد. آمین آمین. برادر عزیزم بسیار بسیار تشکر برادر عزیزم. خداوند شما را برکت بده. کاش که وقتی برنامه زیادتر می بود که زیادتر از شما میشنوید، اما بخیر ماه دیگه حتما از شما فیض میگیریم، برکت میگیریم برادر عزیزم. خداوند شما را برکت بده. قدر دوست دارم که هیچ اندازه ندارم میده. با اجازه اینی پیامارم میخوانم. ایلیا جان اینمی دقیقه اسکایپ کده و در اسکایپ خود نوشته کده که عیسی جواب داد خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدارید. این اولین و بزرگترین حکم شریعت است. دومین حکمی که به همان اندازه مهم است این است که مانند اولی یعنی همسایه خود را مانند خویش دوست بدارید. این دوستی را تنها از طریق صلیب عیسی مسیح ما میتونیم یاد بگیریم. و برادر دوست عزیز دیگه ما در فیسبوک شعری نوشته میکنه که شما میتونین را بخوانین. ما اینجا میگذارم. تو پند ناب استادی، تو آبی بر لب تشنه، تو رمز هر معمایی، پناه هرچه سرگشته، تو آن شیرینی وصل تو پیک خوش خبر از یار تو آن وعده که انجام شد، تو شوق لحظه دیدار. واقعا خدا را شکر میکنیم که عیسی مسیح یگانه شوق ماست که یک روز بخیر او را ما میبینیم، یک روز ما با چشمای خود او را میبینیم. و ظاهر جان نوشته میکنن سلام برای همه وطنداران عزیز ما، فقط یک بار انجیل را بخوانید. یک بار انجیل بخوانید و ببینید عطر خوشبوی خداوند عیسی مسیح را که هیچ عطار نمیتونه ایره بر شما بده. مشکل خود را از عیسی بخواهید، بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. این از ظاهر جان بود که نوشته کرده. و همچنین برادر عزیز دیگه ما برای شما نوشته میکنه. برادر نور شما را سلام میفرستن. برادر ادیب نوشته میکنه برادر نور God bless you. و برادر داود پیمان آمین خداوند شما را خداوند برکت بده. و برادر SHD آمین God bless شما آمین خدا را شکر میکنم. و برادرها خورای دیگه ما که از طریق فیسبوک پیام‌های خود نوشته میکنن بسیار بسیار تشکر میگیم شما را و خداوند شما را برکت بده. برادر نورالله از طرف ما خانواده عزیز حتما سلام میگین. رویتان از دور به نام عیسی مسیح و در روح مقدس، روح ما و روح شما یک روح را در قلب داریم، روح خداوند داریم. شما را با آغوش خود میگیریم، رویتان میبوسم. خداوند شما را برکت بده. خوار مرا سلام میگین، اولادایتان سلام میگین. فیض خداوند کت شما باشه. وطندارای عزیز خدا حافظ و ناصرتان. آمین. در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی.